من خیلی از عالم‌هایی را که زندگیشون دیدم به یک جای رسیدن، به یک مقامی رسیدن، مخصوصا استادانی که در دانشگاه هستند و امروز بین شاگردان قدر میشوند، دست به پارا نزدن، یگان بار پارا نگرفتن، از دیدن چیزی طعمه نگرفتن. خب اگر میبخشید استاد، من نمیخوام که به عزت نفسی کسی رسیده باشم. اول پیش از این سوال دادن حضور شما بارم از دانشجو مثلا پارا گرفتید؟ مرد باید راه‌های درستی تامین کردن اویلش رو داشته باشه، یعنی مبلغ جمع کردن. باور کنید من اونقدر راه‌ها میدونم که ضرورت به دست زدن به همین عامل‌ها مطلق نیست. من تصور کردن نمیدونم که از همون مبلغی از دانشجو میگیری کدام پرابلم مولوی ما حل میشه. بغیر از این من رسالت عالمی خود رو بسیار چقدر درک کرده هستم. من میدونم که آفریدگار مرا برای چی عالم کرده است. یعنی هیچگاه استاد دست به فساد نزده؟ من به خاطرم حتی یگان مراتبه آمده است. من در این مسئله شاگرد استاد سید جعفر قادری می باشم. اگر که محیط علمی پرسید که استاد سید جعفر قادری چه انسان هستن، بسیار نقل میکنن. وقتی که ما دانشجو بودیم سحری اول یک دسته نام می آوردم، میگفتن که بچه‌ها اولی نخورید بعد دسته آموزش میکنیم. بعضی امکانیت‌ها شاید من همین کارو تکرار میکنم. خودش من نمیفهمم از نفری که خودش برای علم آمده است از وی یگان تمجوی کردن، این خودش یک نمیدونم این چی است. لیکن من با دیگران کار ندارم. من درباره خودم گپ زده استادم. تازه‌کاری، مهر، محبت نسبت به شاگردان این یکی از راه‌های تلقین برای انتخاب درستی تحقیقات علمی است. در دیوار کافدرای من در دیوار من خودم یک دست‌نویس زده ماندگیم، سخن‌های امام اعظم است. گفتگی هستند که به شاگردان به مثل فرزند خود رفتار کن. این کار رغبت آنها را نسبت به علم بالا میکند.